سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با من. پارت بعدی بازی فنف. پارت بسیار قشنگیه چون من الان بذارید من از ادیتور بپرسم. بچه تقریبا 2 ساعت ما داریم رکورد میکنیم. آره دیگه، بریم سریع اینو اوکیش کنیم، انجام بدیم، تمام شد که من الان بتونم برم و دیگه. آره دیگه، حمایت کنید، چنل رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. 40 نفر پارت اول دیدن، لایک نکردن، کامنت نذاشتن. همین الان همه اونایی که دیدن لایک کنید، کامنت بذارید. هر کی لایک نکنه کامنت نذاره نذاشته دیگه. واه چه بادی بنازم. این باده الان میزد کل این چیزا رو میبرد، فردینا رو. واه چه بادی بچه، اینقدر خاک رفت چش من. که اینجاست که اینجاست. اوکی بولدون فردی. باشه دقت که همه چیز رفته دورتر، به خاطر اینکه من یه چیزایی آف کردم. دیفیکالتی الان بچه ها من رفتم تو قسمت دیفیکالتی، یعنی اون قسمتی که دیفیکالتی رو سخترش میکنه. دیفیکالتی رو هارد بود، اون کرده بود دستش وری هارد. این رو هارد باشه، نورمال باشه بهتره. بخش رو نورمال بود کرده دستش هارد. الو چرا گیریچی میشی؟ فاکسی فردی در رفته. آره باد بنازم، باد همه چی خود به خود. واه یعنی بچه باد اینقدر خفن شده در میبنده وا میکنه. یا اول فصل حمله انتحاری نزنه چیکار. خب بچه ها رسیدیم قسمت حساس بازی. چیکا هنو بچه جیکا میگم. وای من نظرم نان ریستورت شده نظرم. فردی هم بچه همیشه دستشوی زمین است. پاش لیز خورده ها، از راهش منحرف شده رفته اون تو. بدبخت فردی. الان یه سری الان 10 نفر با 4-5 تا کیف میرزن سرش، میگن تو ترانز آمدی. مخصوصا چیکا غیرتیه. قیافش نگاه کن، تو چشاش معلومه هر کی به من فوش داده فوشش میدم. قشنگ تو قیافش میشه اینو خوند. بابا این چیکا مثل بانی شده، سیریشه دور سیریش شده. اوکی بریم سریع اینجا رو تمام کنیم. فاکسی خب صدا میاد، صدای چیکا میاد. در چرا بسته است؟ میگم چرا پاورایی داره لفت میده. وای بچه ما کاملا به چیز رفته. او مای گاد بانیه. فاکسی برگشت. بانی بود چیز شده، بولی شده. بچه من این دسته به بازم قطع میکنم ویدیو رو.
من دیگه نمیکشم. 2 ساعت دارم رکورد بچه، 2 ساعت پشت سر هم نره نهار نخوردم هنوز، دارم میمیرم. بعد این انتیش داره ادیتور عزیز. سانسور در قسمت های جلوتر که من میخوام فوش بدم لطفاً به سانسور. اگه من این شبا نبازم فردی من دهنتو صاف میکنم. سانسور کن اینجا رو، اینجا رو سانسور کن. سانسور بکنم. بچه فردیه طوله از این زاویه نویدیده بودم. شبیه خرسه. شبیه بچه حال کردید چی گفتم شبیه خرسه، ولی چون خودش خرسه. برو گم شو فردی. خیلی از سمت راست این بار بیادی، همیشه از سمت چپ جامپ اسکیل میزنه. اون که سمت راسته بازم از سمت چپ جامپ اسکیل میزنه. یعنی من این مغز این چیزو نمیفهمم. اسکات چجوری این کار کرده خدا میدونه. بیا سمت راسته از سمت چپ جامپ اسکیل میزنه. سمت راسته از سمت چپ جامپ اسکیل میزنه. نمیشه سر کلی چیزا دیگه می‌کنم. الان گولی شدم، عصبانی ام. I am Gregory. I am Lloyd Forger. وای ساعت چند دقیقه است بچه ها؟ میدونید چرا من دارم زیادی حرف میزنم؟ چون کانتنت 10 دقیقه اون جور شه نمیشه از این پارت در آورد. بچه ها من یه چی بهتون بگم. آقا من یه شورت ویدیو قرار درست کنم که بگم فنف 1 رو همینجا تموم کنیم بریم یا فنف 2 یا فنف 3. هر کی قبول داره بگه. نمیشه. هر کی هم میگه چرا میشه بیاد جای من بازی کن. ببینم میتونه بره. 3 شب اومدم دیگه بسمه. فردی اومده منو بولی کرده، گفته بیا برو تو گونی خودت. آقا همگی یک صدا مرگ بر فردی، مرگ بر فردی. انقدر ازش بدم میاد که دیگه این قیافه فردی رو نگاه. من موندم ویلیام چرا انقدر سایکوه؟ کریزی. آقا کانتنت 10 دقیقه اون جورشه. من بچه ها 1 دقیقه دیگه من با شما خداحافظی خواهم کرد. یعنی 11 دقیقه 12 دقیقه هم باشه من با شما خداحافظی میخواهم کرد. نمیکشم این پارتو کامل برم، نمیکشم. یعنی 2 ساعت بچه من 2 ساعت دارم رکورد میکنم. ایشالله سر پارت بعدی کامل میرم. اینجا نمیشه. متاسفانه اینجا نمیشه. جور شد؟ 10 ثانیه تا کانتنتمون پرشه
چرا پورشه بی ام و چرا نه چرا پورشه بنز چقدر نمک چقدر نمک من میباره ادیتور پارسا جان پارسا که رفت الان نوید ساده شده است نه فردی برو همشون یام کن اعصاب ندارم تو برو همشون یام کن آقا یه رباتم بیاد سراغم میذارم منو بخوره بیاید بابا بیاید دیگه معلوم الان بانی کدوم چرا رفتی اونجا بیای مستقیم بیا سمت من الان چیکام تو دوربین نگاه میکنه چشاش میگه ها چی نگاه میکنی هاشمی خونی هم میگه آقا رضا من رو فوش میدی فردی هم در تاریکی میگه هه آقا من دوبلور شدم خیلی خوبه بچه هر کی بتونه توی کامنت ها بگه اسم بابای بانی چی بود جایزه داره Mr. Beast Trends راضی هم فردی بیا منو بخور از اینجا تلپورت شد تو یو happy birthday to you happy birthday to you happy birthday my girlfriend happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday بیا منو بخور دیگه بیا منو بکش چرا نگاه میکنی جا داری بچه یوزینگش رفت بالا نمیشه استفاده کنم دیگه یوزینگش رفته بالا خب میرم تو دوربین قسمت فاکسی هم داره میاد آفرین چیکا ما رو کشتی بچه ها به درود پارت بعدی میبینمتون